بهترین ماها ماه رمضان، خوبترین و بزرگترین ماها ماه رمضان. لیکن دیگر ماها هم خداوند از فضل برکاتش همچنانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت خیر الایام یوم الجمعه، افضل الایام یوم الجمعه، یوم المزید یوم الجمعه، یوم خلق السماوات والارضین یوم الجمعه، یوم خلق آدم علیه السلام یوم الجمعه، یوم دخوله الجنة یوم الجمعه، یوم خروجه من الجنة یوم الجمعه، یوم توبته و قبول توبته یوم الجمعه و فی روایت عند صلاة المغرب یوم الجمعه. حضرت خداوند جل جلاله در هفته روز جمعه را بهترین روز گردانده است. روز جمعه را روز عید مسلمانان، یوم عید المؤمنین مؤمنات مسلمین گردانده است. افضل الایام گردانده است، بهترین روزهای هفته. بعضی مشایخ اهل حدیث حتی بر آنند که روز جمعه از روز عید رمضان و عید قربان هم درجاتش بلندتر می باشه و ثواب اجرش. برای آنکه در این روز خداوند در روز عید رمضان و عید قربان به طفیل عید خدا گناه امتا را میبخشه، به طفیل قربانی کردن قربانی کنندگان و ناکنندگان را میبخشه. در روز جمعه به طفیل ساعت اجابت دعا بعضی گفتن به نماز جمعه، بعضی گفتن به روز جمعه که خداوند روز جمعه را در قرآن یک سوره را سورة الجمعه گفته، سوره مبارکه جمعه گفته است. انا بعضی گفتن برای روز جمعه. همچنانه که مشایخ اختمون روز اگر قدرت تمام باشه همو حلالی را حلال کنه گفتگی. حتی بعضی روایتان آمده که در سایه درختی میوه‌دار شیری این شریعت همش راحتی، همش آسانیه، همش فضیلتی. حتی در روز جمعه کسی گفته است اگر یک جایه شود خدا در قضا و قدر پیشانیش داده باشه فرزند عالمش عنایت میکنه. برای یک فرزند عالم به دست آوردن آدم ها صدها هزار صدها آب و نان و طعام و پول و پیسه را صرف خرج کردن. در یک روایت آمده است که اگر در روز جمعه یا در شب جمعه به قضا و قدر بعض مشایخ کوشش کردن شب جمعه را که در بسیار حدیث ها شب جمعه هم آمده است که این متوفای مذکوران در شب جمعه سفر کردن، در روز جمعه سفر کردن، در ماه چه؟ در ماه حج سفر کردن، در ماه اشهر الحرام شوال ذوالقعده. این ذوالقعده ماه حج، ماه حج سرشوی، ذوالقعده ذوالحجه محرم. این سه ماه ماههای حرام قرآنی می باشند که عرب با وجود همین قدر بیدینی و بیشریعتش، هیکل پرستی و بت پرستیش، با وجود همین قدر ظلمش و کشتارش و غارتگریش، در همین سه ماه ذوالقعده ذوالحجه محرم سه تا ماه رجب قریبی های رمضان در همین 4 ماه جنگ بس میکردن، یا عراق اسلحه هاشون میپرداختن، صلح میکردن. حتی در روایت ها آمده است که بعضی ماهای حرام در میدان جنگ بودن. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و در میدان به صحابه ها قطعی اعلام کردن که ماه ذوالقعده در این ماه ثواب زیاد می شود. کسی با زیاد کنه فبیها، بسیار خوب، نیکی زیاد هم نکنه، اما عبادت عادتی مقرریش میخواندگیش در این ماه ثواب و اجرشون زیادتر میشه، فضیلت و برکاتشون زیادتر میشود. این امت همه جانبش خیریت هست. الان قرآن آیت تلاوت کردن، ملائکات در نزد جان دادن بشارت میتین مومینا را، میگن لا تخافوا، نترسه، ولا تحزنوا، غمگین نباشه، ما همراه شما هستیم. شما 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال در دنیا زندگانی کرده، ما قطعیتان بدیم، این در جان دادنتان در گیرتان آمدیم. با یک روایت 500 ملائکه رحمت گردی یک بنده مومن میپیچونه که شیطان راهی وسوسه نیاورد، جنها راهی در کفر انداختن نیاورد. شیاطین و جنها با یک روایت 1000 شیطان و جن در گردی آدم محتضر جمع میشوند در وسوسه که یک کلمه گناه بگه، یا حقارت کنه، یا دشنام کنه، یا که مبادا نعوذ بالله یک کلمات کفر بگه خودش از دنیا به ایمان خارج کنه. برای همین در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که میگن شیطان ایمان بنده را میگیره، معاذ الله. میگه شیطان چه قدرت داره که ایمان بنده را میگیره؟ یک معناش. دومش میگوید در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که خدا در قرآن آیت فرستاده است، لا سلطان لک علی عبادی، نیست سلطان مرترا بر بندگان من. شیطان خدا در قرآن گفت که تو پادشاهی و سرداری نداری بالاشان. در حدیث یک کلمه میگه نعوذ بالله در گوشش شیطان از جنها وسواس میآید که بگو پیغمبرها دروغ گفتن، بگو خدا نیست.
خدای نیست. لا صانع للدنیا، نیست اوستای برای دنیا. صانع اوستا، راست کننده. لا خالق للمخلوقات، نیست خالقی برای مخلوقات. لا معبود للموجودات، نیست معبودی برای موجودات. همین تا بگو. همو اگر بنده میگه خودش همون تا بگه و ایمان شبت میپرتایه، انا بعد شیطان ها ایمان او را برداشت میکنن و میگیرن. اگر نه شیطان مقدره نداره و قدرت توانه که ایمان بنده مومنه بگیره. این ایمان کاری بازی نیست. این ایمان از زمین تا عرش اعلا تا 7 آسمان بالا محکم و استوار است. حضرت خداوند در آیه قرآنی گفته که کسی لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفت، این یک درختی می شود که تا زیر سرا گفته 7 زمین تا تای زمین همین دو کلمه را ریشش می رود. شاخش در 7 آسمان بالا می شود. خداوند در آیت قرآن گفته است این درخت یگان کس کندن میتونه. نیکی بنده بین خوف و رجا باید باشه، بین امیدواری و بین ترسی از دنیا به ایمان رفتن. به همین مضمون بنده احتیاط میکنه که زوال ایمان، از زوال ایمان ترسیدن فرض است. زوال گفته دور شدن، رد شدن از ایمان، دور شدن یعنی رفتن ایمان. من برایم که این ماها برای مومن انشاءالله خیر خدا نشان نتیه، پروردگار نشان نتیه. برای آنکه بیشتر علمای اهل حدیث گفتن تا برای گفتن بگیره 1000 سال گناه کرده باشه، بی نماز و بی روزه و بی دین و بی شریعت، خدایا پناه بتی. اگر کلمه گفته است عبادت نکرد، شریعت در شروع کرده است، در شرایع نامده است، در فرایض و واجبات نامده است، در سنن و مستحبات نامده است. نیکی توبه را نتیجهش همون نزد جان دادن ده از زوال ایمان محافظت میشه. چرا؟ این را عالمو با حجت فاکتیکس که در کذا وقتی اثبات کردن، ثابت کردن. چرا؟ برای اینکه بنده گناهکارم باشه که توبه کردم گفت، خدایا توبه کردم گفت، در همین نزد جان دادن دور به نزدیک عمکی ما حضرت بابا ایشون شرف الدین باشه، حضرت ایشون عبدالحی مرید چانای همین قریبی خطی بندگی کردن. هم سرکاش خیلی نوایش میپرسن وای جون سرای بابی جون سرای خیلی باشم گفته است در سکراتون شما یا کلمه بگی یا قرآن بخونی. اون 3 روز در سکراتون شما همی خیلی پرسیده ایسه، خیلی اوکالات کنیم، خیلی کپلت بونیم، نوشگری اوکالا و کپلاتو بس کنیم یا کلمه بگی بچم. اینا هر وقتی چین شما میکرد بگی همی تنه گفتی یا کلمه بگی. من همی گفته است بچم ای روزی تولدم تا حاضر من این چیزایی که به حدیث اثباتن حق بشکن. نیکی ما همه عمکیمون آدم 86 در بندگی کردن، گفته است باشم ای روزی تولدم تا حاضرم که کاری کردم در گرمانیا و در عسکری و در همه جا، همه را لیتش در پیش شما امیتا گذاروندم. این اگر باور نکنه گفته است باشم همه چیز در زندگیم گذشته بود. گور دوباره گور کندن حالی گور کندن آدم را مشقت گفتن گورش میکنن. نخواهی پسرشون میدره که بچه هم همین استخونه را یا بگیره یا منه دیگر رو گور کنه. این مومنه. یک کمپیر عادی 80 در هفتگی بندگی کرد، یک کمپیره که قرآن خوانده رو میتونید نیکی تسبیحش در دستش بدهید. خب گفتیم اینجا پینی همون استخونه را بکنی، یک خریچه بکنی، همون استخونه را همیان پرای گورش کاف کنیم، بگیری استخونه را تا دیگر رو گور کنید، هم گورش بیشتر تمام. همون استخونه رو یا پایونتر یا بالاتر نیم متره و 2 وجب میکنه. این مومن عزتش. یک کمپیر عادی گفته است بچم همین استخونه همین کدنی هم ناراحت مینه، همین قول راحت ندارم. این مومن مسلمان بسیار عزت و شرف منده در درگاه خداوند جل جلاله. آن برای اینکه توبه آن اون وقتی که در پیش چشم همون آدم گناهاش میگذرونن، اگر گناهای بد کرده باشه، خود دیدن مردم خود ندیدن، خود توبه کرد خود نکرد، همون گناه شیطان در پیشش میاره و ناامیدش اینه. این میگه ترا دیگه خدا نمیبخشد. او عسکری تا باید بیاری چند خوب خوردی و تو خوردی. ها او روسی ها کتی در بلاروس و در اوکراین چکو که بیاتای ترا ایگی جو خدا بهشت میبره. ترا ما میبریم تو آدمی مایی. این همین نه خیلی که نصرانی ها وقتی پاموش دادم بعد 92 10-20 سال وقتی 30,000 مسلمان در روی خط نصرانی ها شد، در جنازه چند تاش اومدن که یه آدمی ما ایره جنازه نکنه. این نصرانی های این نون او اوقات روغن ما را خوردگی های این دمچاتای نصرانی روی خط ده های ای مولانجر در روی خط بود آمدن ای مسیحی نصرانی بیاری چند خوب خوردی و تو خوردی. ها او روسی ها کتی در بلاروس و در اوکراین چکو که بیاتای ترا ایگی جو خدا بهشت میبره.
چرا ما میبریم تو آدمی مایی این همین نه خیلی که نصرانی ها وقتی پاموش دادم بعد 92 10-20 سال وقتی 30,000 مسلمان در روی خط نصرانی ها شد در جنازه چند تاش اومدن که آدمی ما ایره جنازه نکنه این نصرانی های این نون او اوقات روغن ما را خوردگی های این دمچات های نصرانی روی خط های ای مولانجا در روی خط بود آمدن ای مسیحی نصرانی ها دعوا آمدن این مولانجا ما نماینده دین دولتی در چند کارا ما را میبرن که شما خبر نداره اومدن که آدمی ما ایره جنازش نکنه این در دین ما در شریعت ما در آمدگی های این 20 سال یا زیادتر هم پول گرفته است هم آرد و روغن و نان گرفته است زنک با مردک بکنم میگوی خیلی خدا پناه بزن مردک در رقا سای خیلی هر دو اگر ده هر دو اکار های همو گناه ها را اگر همو گناه ها را دم پیش چی میگذراندن همو هر یک گناه اومدگی را شیطان همون ناامیدش مینه این توبه پیشکی که در این وقت که توبه گفته باشه همون را خدا بخشیدگی میگه در همونجا ای همون روی خط میگیرن شو یا شیطان وسوسه کنی نمیمونن وقتی وسوسه مینه در پشت همون گناه در رحمت توبه خط توبه آمدگی که این گناه شما بخشیدگی این گناه شما فلان روز بخشیدگی بدیم یا خیر کرد صدقات کرد تلاوت قرآن کرد کرد نماز خوند یا مصحف در دست گرفت یا آدم غلطیدگی را هوش کرد یا آدم برش در پشتش هوش کرد پیغمبر 16 فعل ما نماینده دین دولتی در چند کارا ما را میبرن که شما خبر نداره اومدن که آدمی ما ایره جنازش نکنه این در دین ما در شریعت ما در آمدگی های این 20 سال یا زیادتر هم پول گرفته است هم آرد و روغن و نان گرفته است زنک با مردک بکنم میگوی خیلی خدا پناه بزن مردک در رقا سای خیلی هر دو اگر ده هر دو اکار های همو گناه ها را اگر همو گناه ها را دم پیش چی میگذراندن همو هر یک گناه اومدگی را شیطان همون ناامیدش مینه این توبه پیشکی که در این وقت که توبه گفته باشه همون را خدا بخشیدگی میگه در همونجا ای همون روی خط میگیرن شو یا شیطان وسوسه کنی نمیمونن وقتی وسوسه مینه در پشت همون گناه در رحمت توبه خط توبه آمدگی که این گناه شما بخشیدگی این گناه شما فلان روز بخشیدگی بدیم یا خیر کرد صدقات کرد تلاوت قرآن کرد نماز خوند یا مصحف در دست گرفت یا آدم غلطیدگی را هوش کرد یا آدم برش در پشتش هوش کرد پیغمبر 16 فعل گفتی سبب مغفرت گناه و قبول توبه ای اگر توبه کردم هم نگوی یا آدم برش هوش کنی در پشتش مونی یا آدم غلطیده باشه هوش کنی یا آدم ره گم زده باشه راهنماییش کنی همین را 16 خصلت گفت جنازه شنیدی اگر قدرت و توانایی داشته باشی همون جنازه در برای دعاگو شوی بیمار را شنیدی مومن بیمار را برای بیمار پرسی کنی همین خیلی 16 عمل را گفتی نمیگوی خدایا توبه کن خدا گناهات توبه شون میتیا همون گناه ها را توبه قبول مینه بخشیده شده حتی که در حدیث رسول الله آمده است یک آدم یک بار کردن گفت ایمان است یک آدم پیش حضرت بیبی عایشه آمدن گفتن که من برای شهوارم فرمیدم که علم که رفتم در یهودی ها علم سیح و علم جادو همون خیلی کرده است آمده است گفت آمدم کاره نکرد بو گشتم رفتم یک سه کار دیگه فرمیده است همون یهودی که علم خیلی که با همین چیزا را بر بعد آمده است همون کارهای گفتگی همون را کرده است با یک روایت علاو کرده است در بالای علاو پیشو کرده است و یک روایت دیگه شهوارش یک چیزی حرام خورانده است انا بعد گشت آمد بعد یهودی پرسیدش که چیکار کردی گفتگی را اجرا کردی گفت اجرا کردم گفت چی دیدی گفت که ایمی تنم یک آدمی آهنی رنگی خدم همین تا بالا که دو دوره ایطور سنم برآمد بلند یک 40 گز دوره برآمد همونجا آه و واه کرد و داد و فریاد کرد و رفت آسمان انا گفته است که ابراهیم دیما کافر شده گفته است اگه کافر شده گفته است علم ما میبره سخت تاثیر میده برای همون علمی خواب سحر باور کردن یا که رویه کردن اعتقاد کردن برای همون که میگن که آدم کافر میشه و اگر تصدیق کنم وقتی کافر شد ایمان آمد از حضرت رسول الله پرسید که زن آمد همین خیلی پشیمان شده است شهوارش علم سحر و جادو کرد با واسطه یهودی و همین تا آدم آهنین با سیما و صورت خودش 40 گز ایطار سر دو دوره بالا همین تا تازه خوشنو بالا شده است بعد آه و واه کرده است برفت از حضرت رسول الله گفت که ایمانش بود گفت مادام ایمان در وجودش بود گفت کارهای حرام تأثیراتش نمیکردن بی قوتش نمیکردن تأثیر نمیکردن در شهوارش در خودش وقتی که بی ایمان شد جنها و شیاطین ها یاریش کردن کافر کشید وقتی آن همون وقت باید تأثیر میکنن گفت تأثیر میکنن آن برای اینکه ایسی هر حضرت خداوند
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امتش و تمام مسلمان ها و بنده هاش تا روز قیامت که همین استغفرالله خدای جون توبه کردم اون که کاری وزوین بار پشت نمیکنی اون روز اون دشتیم ایشانو هم بدن اون حدیث دامنه ها تلاوت کردن شخص دیگه طعام بخوره بگه الحمدلله الذی رزقنی من غیر حول منا ولا قوه همین بگه اگر تو همین زمان چی گناه کرده باشه خدا میبخشش او طعام خوردگیش پگه نمیپرسش در قیامت تو همین دسترخوان چی گناه کرده باشه حمد ثابت از خداوند را که پروردگار من است و طعام داد مرا از چیزی که اینا ما کسب نکردیم این رزق خدا داده اطعمنی طعام داد مرا و سکانی و شراب داد مرا من غیر حولین منی از غیر حول از من از کسب کار این آب و نان و طعام این ناز و نعمت ما کسب کار نکردیم قوت صرف نکردیم و توان من غیر حولین منا ولا قوه نه از دوادو ما و نه از قوت ما همین گفتگیش نه خدا تو همین زمان گناه کردگیش وعده داد رسول الله که میبخشه این طعام دیگه نمیپرسه نفر به روز قیامت که به خوردگی تنده چی شکر کردی من برای همین خدای جون توبه کردم پروردگار رو توبه کردم 100,000 توبه کردم این همی حاضرم خیستیم بسم الله الرحمن الرحیم خدای توبه کردم بسم الله الرحمن الرحیم خدا را گفتیم ایمان رو محافظت میکنه این نماز روزه و حج زکات و خیرات و بندگی ها اینا را 100% نه ایمان آدم از زوال شدن که توبه گفتن محافظت مینه ممکنه همین نفس دیگه نباشه حضرت رسول الله میگفتن که طرف راست سلامتون طرف چپ ده و میگی زندگانی نیست که پیغمبرها را به اجازت خودشان قبض روح میکردن جانشان را میگرفتن می اومدن ملک الموت زیارتشان میکرد میپرسیدن فرمان خدا می آوردن اگر پیغمبر اجازت میداد همه پیغمبرها را انا بعد قبضشان میکرد برای همین کلمه توبه کردم خدا جون ممکن یه نفس ممکن او خیلی بیمار شدن این متوفای مذکور برای اینم چند سال بیمار بودن یا وقت دو وقت خیلی بیماری کشیدگی بدن برای یه بار یا دو بار ما هم آمدگی ایم ما حتیشونو بیماری کشیدگی بدن خدا رحمت و این بیماری رحمت خدا ممکن همه خیلی بیماری نکشه ممکن یه آدم رو در برمان شیشتگی بمونمشون بر وقت جان به حق تسلیم کرده است انا همون توبه کردم خدای جون توبه کردم خدای توبه ما قبول کن خدای گناهامو ببخش یک کلمه بیگناه خدا های برادر عزیز مهربان یگان اولیا گفتن نمیتونه من به گناهم پیغمبرها حتی اینکه خطا دارن گناه ندارن خطا دارن الانبیاء و المرسلون معصومون عن الصغائر و الکبائر پیغمبران از گناه خرد و کلام پاک هستند و لهم الخطأ و الزلات خطا گفته یکی یک کار کردن نافهمیده خوبتر ماندن خوبه کردن یک کار خوبتر ماندن خوبه کردن برای پیغمبران گناه حسابه یا که یک اتفاق لغزش لفظات گفتن لغزش حضرت رسول الله لغزش کردن در یک سوره عبسه حضرت خداوند 8 آیت یا 10 آیت پیغمبر نصیحت کرد یا آدمی کوری مادرزاد آمد ای پیغمبر خدا فلان چی میشه نماز چی میشه زکات چی میشه این بندگی چی میشه این مسلمانی چی میشه و حضرت او کور بود ندید که پیغمبر 50 یا 70 بایها و کلانای عرب قریش دعوت که ایسا بود حضرت رسول قوق انداخت او 20 سال خب که زمان بست او کور بود ندید که رسول الله در دعوت های او عذر داشت برای کوری نابینای مادرزاد بود انا بعد علاج نیو ندید که پیغمبر بدم پیغمبر گفتگیش که 50 یا 70 کسی ایمان بیارن همه قبیله 50 قبیله یا 70 قبیله ایمان میاره برای همه پیغمبر هم قصدن نکرد این کارا اون ندید خدا در 8 آیت پیغمبر را سرزنش کرد که این پرسیده است این مومن است این عزیزی درگاه من است این اهل رحمت است این قبول میکنه این میپرسه این ثواب میگیره این میشنوه این عمل میکنه تو ای رو گردونده با مردمی که گفت کرده ایستن اجرا نمینن میشنون و عمل نمیکنن 8 یا 10 آیت اینی را لغزش میگن اگر این گناه نبود با پیغمبر خدا یکی از صحابگان کوری که حضرت رسول الله گفت که بخواهی دعا کنم خدا چشمات بینا کنه گفت اگر بینا نکنه چی؟ گفت در عرصات یک سوره عبسه حضرت خداوند 8 آیت یا 10 آیت پیغمبر نصیحت کرد یا آدمی کوری مادرزاد آمد ای پیغمبر خدا فلان چی میشه نماز چی میشه زکات چی میشه این بندگی چی میشه این مسلمانی چی میشه و حضرت او کور بود ندید که پیغمبر 50 یا 70 بایها و کلانای عرب
قرایش دعوت که ایسا بود حضرت رسول قوق انداخت گفت بست داری خب که یه زمان بست او کور بود ندید که رحمت الله در دعوت های او عذر داشت برای کوری نابینای مادرزاد بود انا بعد علاج نیو ندید که پیغمبر بدم پیغمبر گفتگیش که 50 یا 70 کسی ایمان بیارن همه قبیله 50 قبیله یا 70 قبیله ایمان میاره برای همه پیغمبرم قصدن نکرد این کارا او ندید خدا در 8 آیت پیغمبر را سرزنش کرد که این پرسیده است این مومن است این عزیزی درگاه من است این اهل رحمت است این قبول میکنه این میپرسه این ثواب میگیره این میشنوه این عمل میکنه تو ای رو گردونده با مردمی که گفت گوش کرده ایستن اجرا نمینن میشنون و عمل نمیکنن 8 یا 10 آیت اینی را لغزش میگن اگر این گناه نبود با پیغمبر خدا یکی از صحابگان کوری که حضرت رسول الله گفت که بخواهی دعا کنم خدا چشمات بینا کنه گفت اگر بینا نکنه چی؟ گفت در عرصات قیامت خدا چشمات بینا کنه یکمین چیزی میبینی جمال خدا را میبینی همه گناهات مغفور گردانی عبدالله ابن ام چشمات هوی کردن در قیامت خدا را میبینی دوزخ عذاب و شکنجه و محنت ده گفت خیلی باشه دعا نکی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیکی گفت دعا کنم بیناد میکنه خدا نیکی مسئله میشه پرسانی میشه و همه کار مشکلات سخت میشه بشارت پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن ام مکتوم انا برای همین خیلی همه ما بنده ایم همه عالم هم قاضی هم مفتی هم پادشاه هم گناه هم همین توبه کردم خدای جون توبه کردم استغفرالله ربی خدای توبه کردم یا آدم دیدی پیش حاضی همه آدم ها پهیلی بسیار میتلبیدن حاضی پهیلی نیست ایا آدم 20 سال ما خونه بوی قرنبک بچه همون خود ما نان و نمک خوردنگیم حاجی قرنبک رحمتی های دیگر یا ای خانواده حتی ایشان در خانواده حتی ایشان دوره ما اصلی درواز هم خوردیم یا ونجا او مسکه واری بود این مسکه واری مسکه ترکی واری در دهن میداختی آم میشیده میگوید که اصلی این حضرت ایشان بسیار آدمی تبرکی طالب دار بود مدرسه دار بود بسیار دسترخوان دار بود خدا رحمت و مغفرت کنه پدر مادرشان و مادر مانم یعنی خیل اینو 30-40 کس 50 کس در حجلشان در اوچ قرق بودگیشان هم در اینجا بودگیشان هم تفسیر میگفتن هم حدیث میگفتن هم مثنوی میگفتن این با بیشون با خبر ای احوال بابایشان بسیار تبرک خیلی آدمی ذات هزار بلا و شکنجه و غم و غصه حضرت یوسف به زندان رفت حضرت یونس علیه السلام به شکم ماهی به دریا رفت این حضرت نوح علیه السلام 950 سال با خدا گپ زده دوستی کرد چیکار کرد در طوفان رفت امتش همه عالم هلاک شد 40 سال گریسته خدا در درگاه خدا که خدای همون نفهمیدم دعا کنم او خیالش که همین همه گاو و مال اژدها رو پرنده و درنده همه مرد همه چیز تای آموند همه مرد گفت خدایا ما نفهمیدیم ما خیال میکنیم کافران خاص جداگونه هلاک شو اینی جون مخلص میشه یا غمونا بکشن برای در بچه ها جونم یگان کس ملامت نکنی ممکن یه آدمی 1000 سال گناه که اگه ایمور درجهش 1000 سال پیش رو کن ایره جز خدا کس نمیدونه کی خوانده و کی رانده مغرور به علم نشه به قرآن نشه به حاجی بودن 100 سالت نشه 40 سال ملا امامتی که هم نگو که خطا میکنی میغلطی نگوی گفت نگو هرگیز تکیه بر طاعات و تقوا در طریقت کافری است اگر کسی به علمش و به تقواش و پرهیزگاریش تکیه کنه در موافق اهل طریقت پیرو طریقت میگن که او کافر شده است یه خدا پناه بچه خداوند یا آدم قطاری ای یک نماز فرضش ممکن که 1000 نماز فرض ما بالا باشه ثوابش برای کلم میکنن اون میخره به دستاش محنت میکنه این محنت بسیار محنت کسب حلال ثواب نماز زیاد میره روزه زیاد میره ثواب حج زیاد میره ثواب خیرات زیاد میره ثواب همه چیز زیاد میره یگان کس به چشم کم نگاه نکنه یگان مومن و مسلمانه آدم باید که یک غیر دینه به چشم کم نگاه نکنه یک کیسه صدها بار تکرار شده که آدم باید که یک غیر دینه به چشم کم نگاه نکنه یک کیسه صدها بار تکرار شده که یک شیخ یک یهودی را دید که دانه چاشیده ایسه است هر چیز گفت چیکار می‌کنی گفت که برف بلند باریده است این پرنده و چرنده و حیوانات ها روزی نمی‌یابند گشنگی میکششان خنکینده بعد گفت که تو کو بیگانه ای تو گفت تو کو یهودی دین رحمت قبول نکرده
دین محمد صلی الله علیه و قبول نکرده. این تو به 4 دونه و 4 گندم چوشیدن چی امیدواری داری؟ گفت که خیر قبولم نکرده باشم، خالق المخلوقات تماشا داره. گفت دیده ایسه هست. 1 سال گذشت ای موبایل شیخ در گرد حرم شریف طواف کنیم، در دید که اون یهودی گشته ایسه هست. بازش داشت سلام علیک کرد. گفت اینجا چیکار می‌کنی؟ اینجا جای بیگانگان نیست. در گرد حرمین شریفین بعضی جاش تا 8 کیلومتر، بعضی جاش تا 12 کیلومتر به زبان انگلیسی و به زبان عربی نوشتگی که طریق اهل الکفر ندرجگاه یوسف. تا 8 کیلومتر، بعضی جاش 12 کیلومتر دور ای خانه کعبه. ندرا اینجا کلمه کافره این خبر که ندرا. اون نمیدونه مو دلیل که کافره که مسلمان. یکی اون نوشته است، انگلیسی نوشته است. به زبان پاکستانی نوشته است، به زبان عربی نوشته است که طریق اهل کفر. ایسه نگذر که حرم دمیدرای، حرم مکه مکرمه دمیدرای. حکومت در دلش نمی ندرا که اگر ضرر زحمت یا در گرفتی یا سوختی گناه در گردن ریخت، او هم خبردار میکنه. من برای این مومن بسیار درجات علا داره، بسیار مقامات چه منه. حرمت چون کنه این استاد همش استاد خیلی برابر قرآن ثواب نگیره، برابر حرف کلیدی ثواب میگیره، برابر که السلام علیکم علیکم السلام گفته دخترم حرمت کنیم، نیستش هم حرمت کنیم، معلم هم حرمت. این در این وطن ده همه وطن این چیزا در کارن، به این چیزا نمیشوه. سرحدبانش هم حرمت کنی، عسکریش هم حرمت کنی، وحیدیش هم حرمت کنی. ای روی برادر مسلمان، مومن مسلمان. او چیزی بین ما و شما یگان نارضایت، یگان کشمکش ای خدا ناخواسته، یگان دشمنی و همسایگی او را در موبایل نیاره، او کسب او را با او گناهکار نکنه. این نان حلال خوردن بسیار 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 بسیار. باور کنی اینه برای دلیل حجت بپرسه. خیلی حاضر من که کمتر نی که همیایی که تو دوره سریولا معلمی کردن، خیلی مامیاشی مکسلم امرشان بسیار روش ادا کردن. ایوان نون حلال میخورده دیگه آدم نبود. هم گو دوشتن هم بیخوری میکردن، هم بخوری میکردن. این با قلم با محنت این یک فرزند مسلمان و یا بچه ما تعالی ولم دبر الحمم دبر هم دل پیش دو خون جگر میشیم. همیای بچه جونا راهبری سیم دستم فی یکمیمون بابای گفتنی معلم بود عین نوبات آدم مید حق بود. همه قرآن میشناختش. علاقه معارف میگفتن ایت یک بیرق، ایت یک زنچاکای. میتیان در پیش اینجا دبرت میزنی. گرای گفتگی معلمی گرای. این همی که آدم باور کنه در همین 10 سیم که 10 ساله بودن مکتبا در همین کدوم سیم که جنجال و نارضایت میشیم میرفتم بابای فهمه ما چه بلند داره. برای همین یک توبه بسیار بسیار بسیار. همه آبرو و عزت بابای ابوالبشر علیه السلام از توبه شد با یک روایت. از توبه و آب دیده. در یک روایت 100 سال، در یک روایت 300 سال گرفتن. 300 سال گرفتن یا 100 سال. برای همین کلاناتون حرمت کنیم سفیر. همه خدای توبه کردن. هیچ گپی خدا پروردگار درجه با صالحا و اولیاء و علما برابر باشه. با مقامت بلندتر میشود. در کتاب میگه که اگر گناه نداشته باشه و گناهش خدا بخشیده باشه، اگر استغفرالله بگه و خدا توبه کردم بگه، در توبه گفتگیش 70 برابر که 70,000 برابر مقام بندگیش آبروشان از خدا بلند میگردونن. این همه ثواب و اجر برای امتی محمد صلی الله علیه و سلم، برای امتی محمدی. گفتیم 1000 ساله عبادت دیگه امتها را در 2 رکعت نماز به این امت خداوند آسان گردانده است، ثواب و اجرشان داده است. برای ماه ذوالحجه همه تان دعا کنید در حق پدر و مادراتان، استاداتان، معلمایی که درستان دادن. این معلمای ما همش فرزندای مسلمان بودن، حالی هم همش فرزندای مسلمان هستند. خد دوره‌های ما هم یک دو تا همون مقصد روسا بودن، برای زبان روسی را درس دادن، روسکی یزیک و چتنی را. روسکی یزیک چتنی قطعی 5 خواندگی. مو معلم روسیمون میگفت که الکساندر درافیونا نام داشت. الکساندر درافیونا میگفت که تو بچه منی، یعنی الک مویستین موی رتنیاگا میگفت. برای درساش 5 میداده باشه. در هر یه حرفش 10 ثوابی 30 ثوابی. حضرت علی کرم الله وجهه گفت که من حدیثی از رسول الله دارم که در یک حرف قرآن 50 ثواب است. 50 ثواب. اگر یک ثوابی همین را ما بگیم که با یک شتر کشته در راه خدا دادن برابر در حرمت قرآن بی‌ادبی کردگیم. یعنی یک از همین 50 ثواب یک تاش یک شتر کشته در راه خداوند گوشت صدقات دادن ثواب زیادتر است. بچه ها را قرآن خوان کنی، دخترک را قرآن خوان، خودت قرآن بخونی، با کدوم لفظی میخوانی؟
وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. خدای از نور شفاعت قرآن، خدای از دست عجز بندگی که موسفیدان و حاجیان شریف حرمین شریفین و اهل قرآن برداشتیان، خدایا به عجز بیچارگی در درگاه تو دعوت داریم. روح پاک رحمت للعالمین، اهل بیتشان طیبین طاهرین و جمیع برادرانشان از انبیا و مرسلین به ترتیب علما و صالحین و مشایخ شریعت و طریقت، خصوصا به روح مادر متوفا خدایا امر معروف و ثواب و ثمرش، سبب قبولیت خیر احسانش ختم قرآن خدا، تمام امر معروف و نهی منکر و گفته شده را خالصا مخلصا خدایا برسانی. ارواح پدران و مادران و پیران و استادان، جمیع ارواح امیدی دعا داشتگان از این خانواده و این جمعیت و از گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله خدایا خوشنود بگردانی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولجميع امه محمد صلی الله علیه و سلم.